بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان گرامی. امام سرخسی و امام زرنوجی نقل آوردند که نفرانی از امام بزرگوار محمد بن حسن شیبانی شاگرد نامور امام ابو حنیفه جمع آورنده و نشر کننده مذهبی ایشان آمده درخواست نمودند و گفتند چه خوب میشد در موضوع زهد و پرهیزگاری کتابی تألیف مینمودید. ایشان در جواب آن مردم گفتند لقد صنفت کتاب البیوع، من کتاب در موضوع احکام سودا و خرید و فروش تألیف کردم. مقصد ایشان این بود که زهد و پرهیزگاری حقیقی این است که انسان احکام شریعت را، آن احکامی که به سودا و تجارت تعلق دارد آموزد، آشنا شود و آن را در کار تجارتش رعایت کند. پرهیزگاری حقیقی این است که انسان راه درآمدش را درست و حلال و مطابق به شریعت کند. گفتن لقد صنفت کتاب البیوع، من کتاب در احکام سودا و خرید و فروش تألیف کردم. بنابراین دوستان گرامی، مقصد از این سلسله برنامه که چندی از آن را پیشکش شما نمودیم و چند دیگر را پیشکش خواهیم کرد، مقصد از این صحبت ها آشنا شدن با احکام تجارت و سودا و رعایت کردن آن است. زیرا همانگونه که احکام وابسته به عبادت ها و نماز و روزه را دانستن هر مسلمان شرط و فرض است، همین گونه دانستن احکام تجارت و سودا و هر معامله دیگر نیز آموختن و دانستن و رعایت کردنش فرض است. بدین خاطر دوستان گرامی، موضوع صحبت امروز ما فروش چیزهای عیبدار است. این مال و کالایی که عیبدار است یا در دست ما عیب نقصان پیدا می‌کند و ما می‌خواهیم آن را فروشیم و فروش می‌گذاریم. البته چیزی عیبدار را نیز فروختن اجازت است، رخصت است، اما با یک شرط. شرطش همین که عیب آن را باید برای فروشنده بیان کرد. سوداگری که عیب مالش را بیان نکرده، نقصانش را پنهان کرده می‌فروشد، البته خیانتکار حساب می‌شود و هر تاجری که خیانت را به تجارتش راه می‌دهد، البته از درآمد مالش هیچ خیر و برکت نمی‌بیند و در آخرت با آن خریداران البته مشکلات و نزاعی در پیش دارد. در این مورد حدیث از فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم به ما رسیده دوستان گرامی که آن را امام ابن ماجه و امام احمد حنبل از عقبه بن عامر روایت کردند. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخیه بیعا فیه عیب الا بینه. یعنی حلال نیست که مسلمان چیزی عیبدار را بفروشد مگر در آن صورت که برای خریدار عیب آن را بیان نماید. بله، اگر عیب را بیان نکند این خیانت محسوب است و خیانت در شریعت عملی حرام است. در مورد عیب مال را پوشانیدن و آن را به فروش گذاشتن حدیث دیگری، حدیث مشهور نیز روایت شده که آن را امام مسلم روایت میکنند که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این حادثه را، این عادت بد را به چشم خود دیدند و جدی مناسبت کردند و اصلاح نمودند. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که مر رسول الله صلی الله علیه و سلم برجل یبیع طعاما حبوبا فاعجبه فادخل يده فرأى فيه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء فقال فهلا جعلته فوقه حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. یعنی فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم روزی به نزد مردی گذشتند که نوعی از غذاها، دانگی ها میفروخت، گندم بود یا جو بود یا امثال این. براشون پسند آمد و نزدیک رفتند، اما چون دستی خود در آوردند دیدن که زیر آن بار نمی دارد، تر است. ناراحت شدند و غضبشان آمد و مرد گفتن های مرد این چیست؟ مرد با لهجه عذرخواهانه که کم این ناراحتی و غضبی فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم را کمتر کند گفتن اصابته السماء، به فرستاده خدا کمی بارانش رسیده. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتن باشد اگرم این عذرت را پذیریم، اگرم این بهانه‌ات را قبول کنیم، فهل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس،
چرا این مالی ترت را در بالای بارت نمیگذاری تا مردم ببینن، تا مردم دانند که تر میخرن یا خوش میخرن؟ این حدیث باید به گوش همه تاجران، همه سوداگران برسد. سوداگرانی که میوه یا سبزیجات خوب را در پیش چشم خریداران میگذارند اما در پشت خرد و عیبدار آن را به وقت بار کشیدن به خریداران میدهند. کسانی که ماشین‌های عیبدار رو در صدمه دچار شده را رنگ و بار میکنند، عیب آن را پوشانده به بازار میبرند. هر کسی این حدیث را باید خوب تأمل کند و این دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در امور سودا باید که قانونی خود قرار دهد. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم این درس بزرگ را و این سرزنش جدی را به این مرد گفتند: من غشنا فلیس منا. هر کسی ما را فریب میدهد از ما نیست. این کاری تو فریب است ای مرد. باید اگر پایانی بارت تر است، تر را علاهیده گذاری، خشک را علاهیده گذاری. هر را آمیخته کرده، حال این بارت را پنهان کرده به بازار نبراری. باید هر چی که هست بیان کنی. من غشنا فلیس منا. هر کی ما را میفریبد از ما نیست. امام عبدالرؤوف مناوی میگویند غش یعنی ستر حال شیء، حالتی همون بار را، حالتی مال را پوشانیدن، بیان نکردن و این خیانت است. امام خطابی گفتند لیس منا یعنی لیس علی سنتنا و علی طریقتنا، یعنی سوداگری که چنین میکند در روش من نیست، در سنت من نیست، اخلاقش از من بیگانه است، من از او بیگانه هستم. من غشنا فلیس منا. این خیلی وعید و هشدار شدید است اگر کسی قلب بیداری دارد و تأمل میکنه. امام غزالی گفتن و هذا يدل على تحریم الغش. این حدیث بر حرام بودن غش دلالت میکنه. غش یعنی عیب بار را بیان نکردن. این خیانت حساب است و این عملی حرام است. پس دوستان گرامی، از این حدیث برمی آید که هر کی مال و کالایش عیب و نقصانی دارد باید برای خریدار آن را بیان کند، پره بیان کند و خریدار در آن صورت اختیار دارد. به نرخ ارزانتر میخرد یا به همان نرخ قبلی میخرد و یا رد میکند، اختیاری او. شخص فروشنده شرعاً وظیفه دار است تا عیب آن را بگوید و اگر عیبش را بپوشد، عیب مالش را پنهان کند و کاری حرامی دست زده، گناهی را مرتکب شده. خب اگر عیب مال بیان نشود، خریدار چیزی را خریداری کند، خانه را ببیند که عیب نقصانی داشته، مثل این فریب خورد، در این صورت باید چه کند و با این نوع فروشنده چه نوع مناسبت باید کند؟ مسئله هایی است که در برنامه بعدی خواهیم بیان کرد. شما را در حفظ و پناه مولا می سپاریم. خدا یار و مددگارتان.